سلام علیکم دوستای برادرای گرامی. خیلی شد که برآمد نکردیم. امروز موضوع گرین کارت میشه، چون که ماه اکتبر است. علاقه از 6 اکتبر تا 8 نوامبر نوبتش است. سیزن گرین کارت است و بسیاری ها برآمدن که گرین کارت پر کنیم. ما مخصوص رکلام کرده بودیم که هر نفر که مستقلانه پر کردن نمیتونن گرین کارت، مرحمت به گروه تاجیکان آمریکا مراجعت کنید. من سلکش در پایان میمونم. رقم تلفن نماینده هم در روسیه داریم، هم در آمریکا، هم در تاجیکستان. شما میتونید که مراجعت کنید. من که از ترک برگشتم، حالا در راه هستم. خانه که رفتم، بعد از یک هفته که خانه رفتم، حتما مستقیما نشون میدم که چگونه گرین کارت رو پر کردن در کار است. و نفرایی که میخوان که مستقلانه پر کنند، ویدیو رو تماشا میکنند، بعدا میتونه که خودتون مستقلانه پر کنه. و نفری که نمیتوند یا که خواهش پر کردن خودش ندارد یا وقت ندارد، حتما به گروه ما مراجعت کنید، برایتون کمک خواهند کرد. با تاجیکان آمریکا باشید، پادپیس کردن فراموش نکنید. از این بعد برایتون میتونیم که بیشتر ویدیوهای جالب و خوبتر برایتون پیشنهاد کنیم. خدا نگهبان همه ما و شما. لایک بزنید، شروع شود.